همچنان عمر علی قواتوف که با طریق زل و با طریق رسانه ها مردم دعوت میکرد برای متحدی، همه حزبای مخالفه، همه سازمان ها را، همه گروه ها را و ما سرجم شدیم زیر پای ائتلاف مخالفین تاجیکستان که امروز نام خودش تبدیل کرده است به انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان با سروری داداجان عطااللهیف. و ما از اول مردم دعوت کردیم فقط برای آسایشتگی. ما هیچ وقت خون نمیخواستیم، ما هیچ وقت جنگ نمیخواستیم. امروز ما جنگ نمیخواهیم. امروز ما مردم میگیم که بخیزین قیام کنید تا سر راه جنگ ما بگیریم، چون که جنگ همه وقت رحمانوف میخواد. فقط به آسایشتگی ما دعوت کردیم. عاقبتش چی شد؟ مقصود ابراهیم کار زدن، 17 سال زندانی کردن. عمر علی قواتوف قتل کردن. این برادرایی که شما میبینید اینا همش در زندان هستند. اینا همش در زندان هستند. یگان تای زندان ندیده بود. کسی بسنی حاجی عمر تیر زدگی نبود. کسی فرزندی را زهر دادگی نبود. کسی مقصود کار زدگی نبود. پس این معنای چی را میته؟ اینا زیدی ظالم که گفت دادن کار خوردن، کشته شدن، زندانی شدن. این معنای را میته که در همه ای کار دستی خونالو و زهرالی رحمانوف است، نه یگان کسی دیگر. امروز هر یک کسی قیام میکنه شما دیونهش میگین، دیونه خودی شما جای شما دیونه خونه، شما را علی چه نکردن در کار. امروز برادرای ما در زندانهای روسیه قرار دارن، با کدام خاطر اونا را اونجا قرار کردن؟ ما هم در همین ترکیه بدیم، با همون اسنادایی که از طرف تاجیکستان روان کردن ما هم زندانی شدیم. برادرای دیگر ما در اروپا بودن زندانی شدن. برای چی در مهلت کوتاه اونا برآمدن؟ به خاطری که اونا دیدن که همه ای اسنادا قلبکی است. همون برادران به همین اسنادا ششتگی امروز. برای چی اونا را امروز رها نمیکنن؟ این برادرایی که میبینید اینا برای مردم، برای شما قیام کردن، برای آزادی شما. یگان تایو مستیشون قیام نکرده، یگان کس از مستیش قیام نکرده. امام علی به همه قناعت بخش نشید. ظالمی خودش غیر از ظالمیش امروز باز ضعیفی خودش هم نشان داد که سر به سر شد به مادرها و به خواهرها. امروز یک مادر یک خواهر ما که از بعضی مردها بهتر مبارز بودن کنج زندانند. یکش در بلاروسیا، دیگریش در روسیه. راضیه عبدالرحمنova و شبنم خدایدادova. و انشالله امیدوارم که اینا آزاد میشوند. انشالله امیدوارم که عدالت در اونجا آزاد میشوند. برای چی این قدر ظلمی که در سر مردمیه باید ما خاموش بستیم؟ برای چی وقتی که ما را قتل میکنن ما خاموش بستیم؟ برای چی که زندانی میکنن ما خاموش بستیم؟ برای چی که کار میزنن ما خاموش بستیم؟ برای چی؟ برای که حکمت در دست اونای؟ نه، حکمت میشود که در دست راهزن باشه، در دست اوباش باشه. حکمت ما امروز در دست راهزن اوباش است. ما هیچ وقت خاموش نمیستیم، هیچ وقت. یگان وقت ما خاموش نمیستیم. رحمان فقط هر چی که کوشش میکنی، ما را زندانی میکنی، قتل میکنی، میکشی، کارد میزنی، سر راه ما را گرفتن نمیتونی. تا این روزه یگان برادر از مبارزه دست نکشیده. یگان برادر. من فخر میکنم که چونی برادرها دارم. فخر میکنم. تا این روزه یگام نفری از راهش نگسته و انشالله که نمیگرده. هرچند که ما را میکشی، زندانی میکنی، قتل میکنی، هر چی کاری میکنی نمیکنی، تا باز هم خودت شرمنده میکنی. چخری که در قتل حاجی عمر تو شرمنده شدی، انا هم خیلی باز هم شرمنده میشه. بیا قتل که، فردا بیا مرا قتل که، ایرا قتل که، ما برآمده ایم که جان ما قربان کنیم. هر قدری که ظلم میکنی همون قدر تو خودت شرمنده میشه. همون قدر تو خودت شرمنده میشه، بازم شرمندت میکنه، بازم شرمندت میکنیم. هر قدری که ظلم میکنی همون قدر نفرت ما زیاد میشه با تو. همون قدر بازم ما نفرت ما زیاد میشه، بازم سعی و کوشش میکنیم که شرمندت کنیم، سرنگونت کنیم. بازم این روزا نفرت ما زیاده با تو، بازم زیاد میشه، از این هم باز زیاد میشه، دو چند صد چند زیاد میشه. روز تا روز صفی ما زیاد شده. به نام او ذات پاک قسم که یگان میده شک شبهه ما نداریم که ترا سرنگونت میکنیم و انشالله شک شبهه نیست در ما.
ягон майда ира хуб бифам раҳмонов ира дар ёдат бигӣ ира дар ақл ҳушт бигӣ агар ақли солим дошта бошӣ ира бифам ки мо аз бари ҳамаи чиз гузаштагием дар ин роҳ биромадагием иншоалло ки ин поён нест ин поёни муборизаи мо нест муборизаи мо чӣ хеле ки дар шиёри мо навиштагӣ буд поёни муборизаи мо зафар аст ҳар як қадами мо ҳар як ҳаракати мо мардими моро ба озодӣ мебарад ҳар як қадами мо аллоҳ шоҳид аст ҳар яки моро аз дили ният мон метар ҳар яки моро аз дили ният мон метар аллоҳ агар ки роҳи ки мо гирифтагием хулас дар роҳи худат набошад ё аллоҳ барои хос ба дар роҳи худат набошад хос озодии мардум набошад ӯ озодие ки ба менталитету ба ақл ҳуши мардуми мусулмон вост меяд барои ӯ набошад ҳеҷ вақт моро комёб накард амин салом алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ ما میدانیم که در قتل عمرعلی قباتوف پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمانی دست داره اگر فکر کنند که این مناسب نیست اعلام کردنش این خطا است او باید اعلام کرده شود biz مثلا bunu istiyoruz ki mesela Türkiye emniyet bu katil Umar Ali'ni yani söyleyecek ki mesela Tacikistan ülkeni dünya biliyor. Hep dünya biliyor ki siyasi insanlar hep biliyor ki Umar Ali beni Tacikistan destekte yani elinizde istikbarda öldürdü. Türkiye'de suikast oldu. امروز محض برای محکوم کردن حکم ظالمانه مقصود ابراهیموف که با 17 سال زندان محکوم شده است اینچنین محبوسان سیاسی که طول یک سال آخر پس پنجره رفتند از آن جمله عبدالرحیم واسیف، مهربان ستارов، نورالدین بخویев، سلیمان جابیرов، آیت الله ایلیاев، روزی عبدالرحمانова، نعمتالله قربانов، امیدجان صالحov، شهرزاد کاملov، احسان آدیناев، فیروز لایقov، میزالرحیم احمدov، شبنم خدایداد باشد.